سلام علیکم، صبحتان بخیر برادران عزیز. امروز 22 دکبر سال 2025 گروه ادیبان و طبیبان جمهوری تاجیکستان در مسجد امام رضا در شهر مشهد هستند. اینا هر کسی که اینجا قبلا می اومد حاجی مشهدی میشد. این هم زیارتگاه بینید حدود قریب 15-20 هزار آدم پگاهیخته اینجا برای نماز آمدن. هم با نیت نیک و با نیت خیر آمدن که بیماریاشون هم شفا یابند. انا آدمایی بینید با همین بچه های زیاد هم اینجا آمده رفت کرده ایستادن. انا این حدود مسجد امام رضا در شهر مشهد. این خیلی جای کلان واسه صبح بر وقت من با نیت آمده که شفا یابند. عربی هم کتی آورده که نیت کرده میرد، یعنی حدسزنی میگو زیر شعور کار میدارد. باوری اخلاص این علاقه نسبت طبابت است و قبلا 30 سال پیش وقتی که من اینجا بودم از بسیار بیمارها مصاحبه کردم که آنها بعد آمدن همینجا شفا یافتند، سلامتیشان خوب شدگی هست. باوری اخلاص این نسبت طبابت است. برای من جهان گشته شدید، باوری کردید، اخلاص کردید، قانون و قاعده های خوراکخوری، معاشرت، همین چیزا یاد گرفت. عمری دراز. ویدیوهای ما فرمودید ویدیو با هست. انا ایستو هم صورت هم میگیرم. من نگاه کنید.